هی ببخشید معذرت میخوام مزاحمت میشم. میشه لطفی بکنیم؟ تازه از بیمارستان مرخص شدم، دنبال پارکینگ سی میگردم. یه لطفی میکنی نشونم بدی از کدوم ور برم ماشینمو پیدا کنم؟ این جایی که الان هستم گوشیمم خیلی داغونه، قدیمیه میدونم. خب ما الان اینجاییم، از کجا باید برم سمت پارکینگ سی میدونی؟ Honestly, I'm not really sure, but I think that if you ببخشید چی شد؟ the first path is seen. اوکی من دیگه مریض نیستم، مرخصم کردن. اینو باید ببرم با خودم خونه، ولی یه 30 روزی بیمارستان بستری بودم. آره اصلا جالب نبود، ولی مرخص شدم، اهل این شهرم نیستم. راستش حتی نمیدونم باید کجا برم، ولی خب گفتم یه هوایی بخورم. میشه باید بیام پیاده روی با این؟ ببین میتونم بیام، مشکل ندارم. ببین فقط ممکنه دامنم بیفته. بهم گفتن لباساتو گم کردیم، نمیدونم چه جوری میشه. I have a boyfriend, but thank you. I hope you feel better and خب میدونی من عجله‌ای برای کاری ندارم، فقط گفتم که شاید بشه با هم دوست باشیم. I know, but میدونی تو 4مین نفری هستی که ازش درخواست میکنم، بقیه هم گفتم باید بریم. yeah, I wonder why. به نظر میاد تو هم میخوای بری فکر کنم. Yeah, well, I hope you have a good day and you find everything. مرسی. پس نمی‌ای بریم یه قهوه هم بخوریم ها؟ No. اوکی حله. اوه عجب همینجاست، چه احمقی هم من. سلام کوچولو. واو. This is yours? جانم؟ This is your car? این یکی از ماشینامه. آره در خدمتم. Why didn't you lead with that? چرا با این شروع نکردم؟ Yeah. منظورت چیه؟ I mean, I like the car. معذرت میخوام، نمیخوام مزاحم پیاده روی یا رابطت بشم. اگه میخوای بری اوکی. Well, I mean, like I don't have set plans with them. با اونا کیه؟ My plan. But you know, بیفت. yes. But as you said, you know, just want to hang out, so see where it goes. You want to hang out now? خب حقیقتش من پایم. آره بذار این رو بذارم تو ماشین. Yeah, I really like your car. You said you have a lot. راستش آره دارم، یه لامبورگینی دارم، یه فراری دارم. I would love to come see all of them. Maybe try driving it. 2-3 دقیقه سمو دیدیم، موقع بشینی پشت فرمون. I mean, when you met me, you wanted to hang out with me, so why not? خب موقع من فکر کردم مجردی. خب اگه مجرد بودی آره میشد. As a sugar daddy, it's like no rules. نمیدونم چی بگم، راستشو بخوای دوست دارم، ولی خب از طرفی هم دو دلم، نمیخوام مزاحم رابطت بشم. I mean, I want to hang out with you. I would really like to hang out with you. جدا؟ Yes. خب به خاطر اینکه ماشین خوبی دارم یا همینجوری داشتی میرفتی دفعه نظرت عوض شد؟ Change of heart. با من رو راست باید. I mean, the car is nice. آها ماشینم باحاله. خب حالا برنامه چیه؟ بعدش میخوای چیکار کنی؟ I mean, let's just go back to your house. Do you have a house? 4 تا هم دارم. آره. Okay. Well, we can go see him. Are you down? من اوکی هم. آره فقط میدونیم میگم پشیمون نشی بعدنی وقت. No. No. نه؟ No. اوکی حله. بشین بریم. Ooh. از این ور نه، قرار نیست برونیم. Oh, آره از اون ور. sorry. I thought you were gonna let me drive. نه هنوز خیلی زوده. Right? از اعتماد به نفست خوشم اومد بریم. اوه راستی یه چیزی یادم اومد. از اعتماد به نفست خیلی خوشم اومد. یه چیزی برات دارم که توی این 30 روزی که توی اون بیمارستان لعنتی بودم تو ماشینم هنوز. ولی خب بالاخره بعد مدت‌ها یه نفر رو پیدا کردم که بهش بدمش. بیا از این ور بیا. کادو دوست داری؟ ایول خوبه. بیا بشین اینجا الان بهت میدم. عاشقش میشی حتما. اوه چه ترکیب رنگی، نگاه کن، اصلا برای خودت ساخت. چشاتو ببند، نگاه نکن اون برای نگاه کن. یلا سورپرایزه، تیرچشی هم نگاه نکن. آماده ای؟ Yes. اصلا واسه خودت ساخته شده. چشات چرا بازه؟ Well, I didn't know what you were gonna do. اوکی خوبه بفرمایین. Is this real? یعنی چیش واقعیه؟ بیلچه واقعیه؟ No, I mean like, is it real gold? It looks like gold. طلای واقعی نیست ولی خب بیلچه واقعیه. I mean, what am I supposed to do with this, honestly? یه حدس کلی بزن. I don't know. با بیلچه چه کار میکنن؟ Dig? I'm not چی میکنن باش؟ چی باش میکنن؟ چه دختر باهوشی، برو بکن طلا پیدا کنی چون تو آهن پرستی.
چی یعنی چی؟ تو دختر باهوشی هستی، میفهمی چی میگم. چند دقیقه پیش با صحبت کردم، نمیخواستی ازم شماره بگیری، الان همونم. That's disrespectful. Like, don't like approach me and then try to call me a gold digger. خب آره، What does it say about you? You approached me. من سلطان شکار آن پرستان. You ain't shit. اوه ملاقه نیست دست تا تیزه. اوه اون دوربینو گوش کن اون دوربینو اونجا میبینی دارم ویدیو ضبط میکنم. اگه دست به من یا ماشینم بزنی چی میشه؟ باید خسارت بدی. اوه گوش کن. ای اوه ای گوش کن. ای آروم باش. ای بابا What are you gonna do? بچه‌ها این چه کار میکنه؟ گوش کن. میخوای بری زندان؟ اوکی الان ازت فیلم میگیرم. نه ای ببین من کاری باید ندارم. خب اوکی ای گوش کن میگم دست به من نمیخوام دست بزنم. ای عجبی فیلم نگیر داداش. Where are you going? اوه دیوونه است بابا این دختره. گوش کن من از ماشین پیاده نمیشم. من اوکی هر چی تو بگی هستم. اوکی خوش بگذره خوشگله. سلام منو به دوست پسرت برسون. اوه نه اوه سوار شو بریم رفیقی دیوونه است داره میاد سمتمون. سوار شو.